در این ویدیو میخوایم انواع دزد و دزدی کردن به انگلیسی رو یاد بگیریم و باشون جمله‌های جدیدی بسازیم. حتما واژه‌ها و جمله‌های جدید رو با صدای بلند تکرار کنید. واژه اول thief است، به معنی دزد. thief. تکرار کنید thief. حالا میخوایم بگیم دزد کیف پولم رو از کیفم دزدید. فعل دزدیدن میشه steal. steal. چون جملمون گذشته است میشه stole. The thief stole my wallet from my bag. The thief stole my wallet from my bag. دزد کیف پولمو دزدید. The thief stole my wallet. از کیفم دزدید. From my bag. واژه بعدی. به دزد بانک میگن robber. یعنی کسی که میره پول یا جواهرات بدزده. robber. فعلش میشه rob. یعنی دزدی کردن از بانک. دزدیدن پول و جواهر. rob. robbery هم میشه سرقت. دزدی. robbery. rob. robber. خب میخوایم بگیم پلیس کمی پس از سرقت بانک سارق رو دستگیر کرد. The police arrested the robber shortly after the bank robbery. The police arrested the robber. پلیس سارق رو دستگیر کرد. The police arrested the robber. کمی پس از سرقت بانک. Shortly after the bank robbery. Robbery. سرقت. دزدی. The police arrested the robber shortly after the bank robbery. Arrested. دستگیر کرد. به کسی که وارد خونه مردم میشه و از خونه مردم دزدی میکنه میگن burglar. burglar. فعلش هم میشه burgle. سرقت کردن از خونه. burgle. حالا این جمله رو میخوایم به انگلیسی بگیم. دزد یا سارق جواهرات با ارزش اتاق خواب رو دزدید. جواهرات با ارزش. Valuable jewelry. The burglar stole valuable jewelry from the bedroom. The burglar stole valuable jewelry from the bedroom. The burglar stole valuable jewelry from the bedroom. کسی که ماشین رو با حضور رانندش میدزده میگن carjacker. یعنی راننده رو وادار میکنه که به اون مسیری که اون میخواد بره. carjacker. خب میخوایم بگیم سارق ماشین ماسک سیاه زده بود. هر چیزی که به بدن اضافه بشه رو با wear میگن، به معنی پوشیدن. فرقی نمیکنه لباس باشه، کراوات باشه، ماسک باشه، عینک باشه. همش رو با wear میگن. The carjacker was wearing a black mask. The carjacker was wearing a black mask. ماسک سیاه زده بود. Was wearing a black mask. هواپیما رو با میشه hijacker. یعنی کسی که خلبان رو مجبور میکنه تا به مسیری که به مقصدی که اون میخواد بره. hijacker. میخوایم بگیم هواپیما رو با کنترل هواپیما رو به دست گرفت. The hijacker took control of the plane. The hijacker took control of the plane. Took control of the plane. کنترل هواپیما رو به دست گرفت. پس هواپیما رو با شد hijacker. ماشین رو با carjacker. اختلاسگر میشه embezzler. embezzler. فعلش هم میشه embezzle. اختلاس کردن. embezzle. میخوایم بگیم اختلاسگرها توسط پلیس دستگیر شدن. اختلاسگرها The embezzlers were arrested by the police. دستگیر شدن. Were arrested. The embezzlers were arrested by the police. جملمون مجهوله. دستگیر شدند.
بنابراین ساختارمون به این حالت میشه was over به اضافه قسمت سوم فعل. چون جمع هستن از were استفاده میکنیم. The embezzlers were arrested by the police. واژه بعدی آدمربا kidnapper یعنی کسی که کودک‌ها رو می‌دزده. kidnapper. خب می‌خوایم بگیم آدمربا کودک رو ربود، کودک رو دزدید. فعل ربودن میشه abduct. abduct. گذشته‌اش میشه abducted. The kidnapper abducted the child. The kidnapper abducted the child. آدمربا کودک رو دزدید. کودک رو ربود. The kidnapper abducted the child. abductor هم میشه آدمربا. kidnapper شد کسایی که کودک‌ها رو می‌دزده. abductor کسی که آدم‌ها رو می‌دزده، آدم بزرگا رو می‌دزده. abductor. آدمربا کسی است که شخص دیگری را می‌رباید. شخص دیگر رو می‌دزده. abductor is a person who abducts another person. می‌رباید، می‌دزدد. abducts. سوم شخص به خاطر همین با اسم میاد. abducts. abductor is a person who abducts another person. دزد دریایی میشه pirate. pirate. تکرار کنید. pirate. دزدان دریایی به کشتی حمله کردند. Pirates attacked the ship. Pirates attacked the ship. قاچاقچی میشه smuggler. smuggler. میخوایم بگیم ماموران گمرک یک قاچاقچی رو دستگیر کردن. گمرک میشه customs. customs. customs officer ماموران گمرک. customs officers arrested a smuggler. customs officers arrested a smuggler. customs officers arrested a smuggler. زورگیر میشه mugger. mugger. smuggler قاچاقچی. mugger زورگیر، چاقوکش. زورگیر به آبران پیاده حمله کرد و کیف پول اونها رو دزدید. آبر پیاده میشه pedestrian. pedestrian. آبران پیاده pedestrians. The mugger attacked the pedestrians and stole their wallet. The mugger attacked the pedestrians and stole their wallet. و کیف پول اونها رو دزدید. And stole their wallet. واژه بعدی bandit. راهزن. bandit. bandit. میخوایم بگیم راهزن به جنگل فرار کرد. فرار کردن میشه run away. The bandit ran away into the forest. The bandit ran away into the forest. The bandit ran away into the forest. و واژه آخر شکارچی غیرقانونی میشه poacher. poacher. شکارچیان غیرقانونی بدون مجوز شکار میکنن. شکار کردن میشه hunt. Poachers hunt without permission. شکارچیان غیرقانونی بدون مجوز شکار میکنن. Poachers hunt without permission. Permission یعنی مجوز، اجازه گرفتن. Without permission بدون مجوز. Poachers hunt without permission. خب سریع واژه‌های جدید رو مرور میکنیم. Thief دزد. Steal دزدی کردن، گذشته‌اش stole. Robber دزد بانک. Robbery دزدی، سرقت. Rob دزدی کردن از بانک.
burglar دزد خانه. burgle سرقت کردن از خانه. jewelry جواهرات. سارق ماشین میشه carjacker. هواپیماربا hijacker. اختلاسگر embezzler. اختلاس کردن embezzle. کودک ربا میشه kidnapper. آدم ربا abductor. ربودن هم abduct. دزد دریایی pirate. قاچاقچی smuggler. ماموران گمرک customs officer. زورگیر mugger. عابر پیاده pedestrian. راهزن bandit. و شکارچی غیرقانونی poacher. و هانت هم یعنی شکار کردن. خب آموزش این جلسه هم تموم شد. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه.